دلو دادم به توی کوزان میدم این. آقا شما هم حتما مثل خیلی برنامه عشق ابدی رو دیدین یا در حال حاضرم دارین میبینید. کلا یه جورایی شبیه مسابقه استعدادیابیه که کی اولتره، کی سریعتر عاشق میشه تا مثلا یه برنامه این که بخواد عشق ابدی رو نشون بده بیشتر شبیه نفرت موقتی امیرموه تا عشق ابدی. حالا چرا اینجور برنامه ها گل کرده تو ایران؟ خب اول اصلا بگم که تو ایران بریم خیابون ببینیم دختر پسر با هم نمیتونن برن قهوه بخورن برن بیرون. خب مردم کلا دوست دارن دیده بشن. یعنی چی؟ یعنی هر کی وارد این برنامه میشه یه دفعه میشه ستاره اینستا تلگرام، جوری که ببینین من تو برنامه عشق ابدی بودم. آره بعضی هم برای دیده شدن اومدن نش و اون فاکینگ $30,000 که میگیرن. بعدش این برنامه یه جور ترکیب خفن از جدی، بیخیالی محض و یه چند دقیقه عشق احساسی. کلا هیچیش به هیچیش معلوم نیست. ببین دقیقا مثل حرفای منه، هیچ جاش به هیچ جاش معلوم نیست و در یه دقیقه بعد وسط بچگانه را میندازن، 2 دقیقه بعدش شبش میرقصن، 3 دقیقه بعدش همون میبوسن. یعنی ببین اینجا خیلی چرت و پرته. میترسم دیگه مثل سریال ترکیه بشه، مثلا میلاد از سفدا بچه داشته باشه بعدش تنز بگه شاهین منم بچه میخوام. Bitch what the fuck is that? No really. بیشتر همه چون فرصت واقعی واسه آشنایی توی زندگی عادی نیست این برنامه ها سری جواب میدن، مثل بلایند دیت وین. حالا چرا اصلا بلایند دیت جواب داد؟ چون دختر پسر تو ایران اصلا نمیتونن با هم برن دیت. تنها دیت که میتونن برن لاین دیستنسه. هیچ نمیدونم چرا دختر جوابو نمیده. نکنه با داداشیشه. اوه مثلا داخل تلگرام یا مثلا بعضی که خیلی دیگه آزادی دارن میتونن برن کافه و مثلا اینجوری و خیلی هم این تجربه ندارن داخل ایران، چون معمولا توی ایران یه فضای بسته هست و نمیزن دختر پسر رو با هم آشنا بشن و یه دلیل بزرگش هم دقیقاً همینه. این برنامه مثل یه شانس آخریه یا یه بلیط طلایی برای آشناییه. البته بعضی میان اینجا این بلیط طلایی رو برای شانس دیده شدن میگیرن. در واقع یه نکته رو فراموش نکنیم، این که خیلی برنامه‌ها شبیه فیلم کمدی درام هستن. یعنی کل خنده، کلی گریه، صحنه‌هایی که میگه وای خدای من این چقدر واقعیه، این واقعا چقدر عاشقانه. پس چرا جواب میدن؟ چون این ترکیب عجیب غریبه، خیلی بلبشوییه. طرف عشق واقعیش هست ولی عاشق هیچ کس نیست، صرفا برای پول اومده. یه شو تلویزیونی مناطق محرومه و آره خلاصش کنم دلیلاش اینان: فضای بسته و محدود جامعه، نیاز دیده شدن، فرصت کم برای آشنایی و یه عالمه خنده و گریه. اینا باعث شده که برنامه مثل عشق ابدی و بلایند دیت توی ایران گل بکنن. بچه‌ها عزیزای دل، اگه خودت تجربه شو داشتی فکر میکنی این برنامه واقعا جواب میدن یا صرفا یه شو یوتیوبی هن؟ بچه‌ها ببینید هممون دیدیم که مثلا وینی یا مثلا دیت بازی یا کلی افراد دیگه که برنامه دیت را انداختن یا کاوره. اصلا کاوره اومد این ریشه دیتا توی یوتیوب کاشت، این دونه دیتا کاشت، بعد وینی رشدش داد. حالا هم که یه برنامه اومده به عشق ابدی و قشنگ داره به جای عشق ابدی نفرت موقتی رو جا میندازه. با تشکر از امیرمو. اسپانسرم نیست، بیا اسپانسرم شو. بیشتر خنده فریکی نزنم. از این سری برنامه زیاد داریم اینجا، سابسکرایب کن بطن. خدافظ. من آرتیم با آرتی.